نمیخواستم این فصل آموزش بدم. این فصل شیره قهوه، فصل آخر کتاب نانوشته محمد آوازی بود، مخصوص کسایی که قهوه دیگه بهشون جواب نمیده، هرچی قهوه میخورن دیگه نمیارتشون. سینی رو میذاری، سینیت حتما آهنی باشه، یه فنجون آب، قهوه کلاسیک، قهوه اسپرسوی فوری، قهوه گلد اکوادور، خوب هم میزنی که قشنگ خودشو بگیره. وقتی به این باف رسیدی در میاری، میریزیش رو پلاستیک. این پلاستیکو میذاری داخل یخچال، میذاری ببند. باید به این باف برسی. صبح به صبح یه گلول در میاری، میندازی زیر زبونت، یه چای نبات هم روش. آقای رنگو، این دستا سیاه رو میبینی؟ این دستا سیاه فقط باشون شیر قهوه درست شده. باریستا سوسول نبودم که برات بار سرد بزنم. بفرست برا باریستا سوسول. کمی